خدا که نمیتونیم فالوده یزدی درست کنیم. ما اینجا نشوت نداریم، پس بریم درستش کنیم. یه لیوان نشاسته گل، یه لیوان آب اضافه میکنیم. باید تا جایی هم بزنیم که کاملا یک دست بشه. حالا 3 لیوان دیگه بهش آب اضافه میکنیم. حالا 20 تا 25 دقیقه روی حرارت مداوم همیش میزنیم. 2 لیوان شکر، بهش یه لیوان آب اضافه میکنیم. 2 قاشق غذاخوری گلاب. حالا شربت فالوده‌مون رو روی حرارت هم میزنیم. خود فالوده هم با اینطوری که میبینید باشه. بهش یخ اضافه میکنیم. حالا داخل قیف یا کیسه فریزر بریزین و اینطوری رشته‌ای بریزینش. البته دستگاه خاص برای درست کردنش هست. دقت کنید که این فالوده یزدی نه شیرازی. حالا از شربتی که درست کردیم بهش اضافه میکنیم و تخم شربتی هم بهش اضافه میکنیم.